و همین حریصی چه خیلی گفتیم تو رو در دنیا اصلا نمیماند که تو ثروت خود را داشته خود را یک بار حس کنی و از آن لذت ببری و این چونین تکبری این تخمی جهالت است و آنی که با تکبری زندگی میکند بجز احمق کسی دیگری نیست. و در دوامش میگویند وقتی که شما یک حریص رو دیدید، یک نفر رو دیدید که خانم رو باید کلانتر کنم، به فرزندم باید چیزهای دیگر خرم، این چیزهایی که در خانم هست الکی کهنه شده ایستادن باید نو کنم و اون برده ها یا گفتیم بیچاره بنده های لباس و لطه باید کرته رو باز دیگر کنم، باز ماده ای نو پوشم، سمکه های نو برآمده است باید سمکم رو دیگر کنم، تیلوواریم که ها که شد باز از نو کنم. یعنی همیشه از پی نو کردن و داشته خود را باز زیاد کردن هستند. اینها هیچ استراحت ندارند، اینها همیشه پریشانن، خستن، ماندن، فکرهایشان همیشه این طرف و آن طرف است و این حرص یا گفتیم این از پی دنیا دویدن و داشتم برای من کفایه است، بیا به جای یک خرید رفتن یک عمل صالح کنم، از احوال خویش و تبارم پرسم، یا همین خریده که میکنم بیا به یگان کس خیر کنم، یا به جای اینکه اینقدر از پی دنیا دوم یک چند روزم را فقط به خاطر الله یا برای طلب آخرت خود، حیات حقیقی و زندگی دائمی خود برای جنت آماده کنم. میگویند اینها همیشه خود را به بلا نزدیک میکنند. انسان عاقل دنیا را کلا از دست نمیدهد، نه، از دنیا برای یک محتاج نشدن برای خود ذخیره میکند که مبادا من محتاج کسی نشوم، باید یک مقدار ذخیره داشته باشم. اما این که از حد گذرانی شب و روز از پی دنیا باشی، به خبر میمانی که یک روز برای جمع کرده هایت تو روز خوردن و ساعتی گذرانیدن نمیابی. جمع کردی یکی میبینی پیری آمد، یکی میبینی بیماری آمد، یکی میبینی که اون همه خستگی هات، اون همه بیخوابی هات، اون همه پریشانی هات، اون همه ویران کردنی اعصابت به خاطر مال دنیا فقط برای فرزندانت یا همسرت موندن، تو از آن بجز خستگی، بجز دور بودن از الله چیز دیگری با خود نبردی. پس انسان عاقل، آنی که مؤمن حقیقی هست، برای دنیایش باید کار کند، اما نه کار کردنیه که او را از همه لذت‌های دنیا باز بدارد. و